Those times you get up early and work hard. Those times you stay up late and work harder. When you're too tired, too worn out, but you push through anyway. That's the dream. It's not about the destination, it's the journey. Understand that, and you won't just reach your dreams. Something greater will happen. دوستان سلام، امیدوارم که همچنان خوب باشین. جلسه جدید رو میخوایم استارت بزنیم با عنوان Advanced Technical Indicators. در واقع ما تو جلسات گذشته راجع به تعدادی از ایندیکیتورهایی که خب پر استفاده هستن، پر کاربرد هستن، معمولا در کنارهای ابزارهای دیگه از اون ایندیکیتورها استفاده میشد، با هم بررسی کردیم. توی جلسات مجزا دیتیل بیشتری راجع به همه اون ایندیکیتورهایی که با هم صحبت کردیم بهتون ارائه میدم تا بتونین با تسلط زمانی که میخواین وارد مارکت بشین، در زمانی که میخواین خودتون ترید انجام بدین، با تسلط بتونین از همه‌شون استفاده بکنین. تو این جلسه میخوایم ادامه بدیم بحثمون رو با تعداد دیگه از ایندیکیتورها که خب یه مقدار پیچیده‌تر هستن، یه مقدار استفاده ازشون نمیگم سخت‌تره، ولی خب یه ذره تحلیلش پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و خب خیلی پرکاربردن و خیلی هم پر استفاده هستن. میخوایم تو این جلسه راجع به یه مدل از فیبوناچی که به نظر من پرکاربردترینش فیبوناچی ریتریسمنت صحبت بکنیم. کومو کلاود رو براتون توضیح میدم یا ایچیموکو در واقع. راجع به یکی دیگه از والیوم ها با هم صحبت میکنیم. والیوم ها رو اگه خاطرتون باشه 3 مدلش رو با هم دیدیم. والیوم پروفایل هم تو این جلسه بررسی میکنیم که من خودم ازش خیلی استفاده میکنم. تایم پرایس اپورتونیتی رو با هم میریم جلو و میگیم که چی هست و چه استفاده میشه ازش، و فیر ولیو گپ که باز هم از ایندیکیتورهای پر استفاده و پر کاربرد هستش. فیبوناچی ریتریسمنت یکی از محبوب ترین ایندیکیتورهایی که در واقع یه ابزاره توی پلتفرم های مختلف فیبوناچی تریسمنت هستش. فیبوناچی کلا یه ابزاریه که شما میتونید از اون استفاده بکنید و برای تحلیل چارتتون و پترناتون در واقع خودتون دست به کار باشین و خودتون در کنار خطوطی که میکشین، در کنار ترندایی که میکشین، در کنار لول هایی که ممکنه بخواید بکشین و ازش استفاده بکنین، فیبوناچی هم یه ابزاریه که شما ازش استفاده میکنین و جاهای مختلف میتونین بیاین و بکشین نمودارتون رو و ازش استفاده بکنین. کلا اگه خاطرتون باشه توی ریاضی فیبوناچی فرمولی بود که یه عدد با عدد قبلیش جمع میشد و اعداد فیبوناچی رو به ما میدادن. توی مدل فیبوناچی هم به همین صورت هستش، درصدا با هم دیگه جمع شدن و یه سری لول های خاص رو به ما دادن. یعنی یه سری لول های خاص تو این فیبوناچی به ما نمایش داده میشه. این لول های خاص چیا هن؟ 23 و 6 دهم، 38 و 2 دهم، 50، 61 و 8 دهم و 78 و 6 دهم. اصلا نمیخوام اینا رو حفظ بکنین. شما وقتی فیبوناچی رو میارین، ابزار فیبوناچی رو میارین و شروع میکنین که کشیدن روی نمودار، روشش هم به این صورته. شما تصور بکنین این ترندتونه، میریم روی چارت با هم میبینیم لایوشو. این ترندتونه، شما 2 نقطه خاص رو بهتون میگم که چجوری پیدا بکنین. اون 2 نقطه خاص رو که پیدا کردین، ابزار فیبوناچیتون رو که روشن کردین میگیرید و میکشین. یه همچین چیزی به شما نشون داده میشه، بین بازه 0 تا 1 به شما نشون داده میشه. یه سری خطوط هم میاد اینجا میندازه. این خطوط در واقع کی لول های ما هستن، یعنی در واقع یه سری خطوطی هستن که احتمالاً توی این خطوط اتفاقاتی میفته که توی اسلایدهای بعدی براتون توضیح میدم. همونجور که گفتم بیایم اول ببینیم که چه جوری ما بیایم فیبوناچیمون رو بکشیم. ببینید من این عکس رو از صفحه تریدینگ ویو گرفتم که حالا بعد میرم لایوش هم باز گفتم بهتون نشون میدم. اگه یادتون باشه این ایندیکیتور والیوم بود، یادتون هستش. تقریبا برای من همیشه روشن والیوم. جاهایی که مارکت تغییر میکنه به من خیلی نشون میده که این در واقع خاطرتون باشه تایید کننده روند مارکت بود. حالا کار نداره. من فیبوناچیمو چجوری میکشم؟ ببینید توی نمودارهایی که بولیش هست یا برعکسش بریش، یه بولیشی اتفاق افتاده و برگشته. خب اینجایی که برمیگرده به من 2 تا نقطه خاص میده اینجا. خب اینجا برای من در واقع یه لور لوه. حالا لور لو ما اگه اینجا باشه یه لور هایه. لور های یا لور لو چیه؟ وقتی شما نمودارتون نوسان داره و میاد پایین، اون نقطه پایین رو میگن لور لو،
اونی که برمیگرده از این حالت قبلی بالا پایین تره بهش میگن lower، ولی نسبت به این بالاتر میگن high. پس این lower high. من بین lower low هم یعنی پایین ترین نقطم و بین higher high هم الان نگاه کنید نمودار ما صعودی شد. خب اینجا که صعودی شد اینجا شده higher high، اینجا شده higher low. چرا میگم اینجا رو higher low؟ به خاطر اینکه اینجا از نقطه اول من اینجا بالاتر هست، خب higher از این بالاتر هست ولی از این نقطه پایین تره، پس اینجا میشه higher low، اینجا میشه higher high، دوباره اینجا میشه higher low higher high، هی تکرار میشه higher low higher high، هی تکرار میشه. خب رسیدم به یه جایی که higher high من اینجا تاچ کرده و اینجا برگشته مارکت، برگشته حالا تبدیل به نزولی شده. یعنی اینجاها میبینین اینجا ما کندلای قرمز داریم ولی نمودارمون به صورت کلی بولیش بوده و صعودی بوده، ولی اینجا برگشته. خب اینجا که های من شکل گرفت و اینجایی که لور لو من شکل گرفت، من میام فیبوناچیمون رو توی این بازه میکشم. تصور بکنید من الان اینجام، یعنی مثلا اینجاهای مارکتم، ما الان دقیقاً مثلا فکر کنید لایومون الان اینجای مارکت داره حرکت میکنه، کندلا دارن هی خودشون رو نشون میدن تو بازهای مختلف زمانی. خب من اینجا فیبوناچی رو میام از این نقطه و این نقطه میکشم. زمانی که میام اونو میکشم، زمانی که ابزارم رو انتخاب میکنم و میام اینو میکشم، دقیقاً این خطوط به من نمایش داده میشه. پس برای من این ترندی که انتخاب میشه ترندیه که بین lower low و higher high یا برعکسش بین higher high و lower low توی حالت نزولی باشه. یعنی بعد از این اگه بخواید بکشین شما، اگه یه وقت مارکت برگشت کرد و ریجکت کرد رفت بالا، یه لول رو ریجکت کرد رفت بالا، شما اونجاییه که میاین برعکس اینو میکشین. زمانی که این اتفاق میفته و از پایین به بالا میکشین، این نقطه 1 منه، این نقطه 0 منه در واقع. خب درصدا بین این 0 و 1 تقسیم شدن دیگه. نگاه کنین 23 و 6 38 و 2 5 61 و 8 و 78 و 6. میبینین اینجا الان افتاده. پس چند تا خط مهم برای من اینجا خود فیبوناچی انداخت. خب بریم ادامه بدیم. ما اومدیم ترندمون رو آنالایز کردیم و رسیدیم به اینجا. حالا یه بار دیگه هم توضیح میدم. ببینید نمودار چند بار اومده پایین رفته بالا، یه لور لو اینجا شکل گرفته، بعد اومده چرخیده، یه لور های اتفاق افتاده. چرا اینا میگیم لور های؟ چون بالاترینه ولی نسبت به این پایین تره، یعنی لور های. درسته؟ کار نداریم. به یه نقطه‌ای رسیدیم که از اونجا به بعد نمودار شکسته و نزولی شده. نمودار اومده اینجا نزولی شده و برگشته دوباره رفته بالا. اینجا بهترین حالتیه که من بیام فیبوناچی رو بکشم. توی حالت نزولی فیبوناچی رو میکشم. پس برای من الان که برعکس کشیدم، توی حالت نزولی کشیدم، اینجا 1 میشه، اینجا 0 میشه و بر اساس 0 و 1 من 38 و 2 50 61 78 و 1 منم که اینجا شکل گرفته. 1 در 100% من اینجا شکل گرفته. خب این خطوط در واقع به ما یک ساپورت و رزیستنس رو اینجا شکل میدن. یعنی یادتونه توی جلسه با هم اومدیم صحبت کردیم که یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده میکنیم و مهمترین شاخصهایی که باید بهش برسیم یه سری ساپورت و رزیستنس هستن که وقتی ترند مارکت میرسه به اون خطا ممکنه اون خطا رو ریجکت کنه برگرده، یا ممکنه بریک اوت کنه و برعکس بشن اونا. اگه یادتون باشه اینا رو خیلی صحبت کردیم. برای من یکی از ابزارهایی که به ما ساپورت و رزیستنس رو نشون میده فیبوناچی هستش. اعداد مختلف به ما نشون میدن که من توی 38 و 2 تقریبا، خب یه 23 و 6 هم با هم صحبت کردیم. 23 و 6 هم حالتیه که احتمالاً مارکت اینجا 23 و 6 اینجا هم یه عددیه که معمولاً یه کانسولیدیت میکنه مارکت، یه نوسان ریزی میکنه میره بالا. یعنی اونم عددیه که خب ما وقتی به اونم میرسیم باید حواسمون باشه ببینیم که آیا اون رو بریکت میکنه میره بالا، یعنی مثلا اینجا شکل میگیره، یعنی که نه برمیگرده دوباره میاد پایینش. اون رو باید حواسمون باشه. بعد میاد 38 و 2 رو رد میکنه. 38 و 2 و 50 بیشترین حالتیه که مارکت توش نوسان کانسولیدیت میکنه، هی میره میاد. چرا؟ اینجا جاییه که خریدار و فروشنده ها و عرضه و تقاضا در واقع میرن تو رقابت با هم دیگه، یعنی میرن تو اون حالتی که زور خریدار و فروشنده ها به هم برسه. انتظارمون اینه که توی این حالت خاص تا عدد بالای 50 و 61 و 8، اینی که میگم انتظارم یعنی بیشترین اتفاقی که توی مارکت هایی که یه همچین فیبوناچی براش شکل گرفته احتمالاً از 38 و 50 رد میشه و بین 50 و 61 و 8 گیر میکنه. یعنی گلدن ریشیوی ما در واقع
بهترین مکان برای فروختن، یعنی ببین الان تو این مارکت ما الان عملا مارکت ما اینجا صعودی شده دیگه، بنابراین ما خرید انجام دادیم و احتمال میدیم که اینجا برگرده مارکت. درسته، رسیدیم به یه گلدن ریشیوی حالت صعودی، بنابراین اینجا زمانیه که مارکت برمیگرده. اینجا برای ما بهترین و پرکاربردترین زمانیه که فروشمون رو انجام بدیم. ممکنه شما اینجا خرید انجام نداده باشین، اصلا رد کرده باشین، اینجا بخواید وارد مارکت بشین. اینجا حالتیه که شما میتونین اگه حالا بسته به مارکتتون یا برین تو قرارداد پوت آپشنز بگیرین یا شورت سلینگ بکنین که حالا یه توضیحات اولیه دادم، بعدا میریم تو آپشنز و فیوچرز و اینا براتون کامل بیشترم توضیح میدم. ولی حالتیه که شما باید اینجا بفروشین، دقیقاً سل ایریاست. پس بنابراین توی مارکت های صعودی، توی مارکت های نزولی عدد بین 50 و 61.8 یه گلدن ریشیو، شما اونجا باید وایسین ببینین مارکت چه اتفاقی براش میفته. اگر تایید کرد روندتون رو در کنار ابزارهای دیگه، فیبوناچی که از یک ابزاریه که حتما باید در کنار بقیه شاخص‌ها استفاده بشه، مثل مووینگ اوریج یا RSI یا ایندیکیتورهای دیگه، شما باید وایسین ببینین چه اتفاقی میفته براش. توی این محدوده خاص تصمیمتون رو بگیرین. احتمال زیاد مارکت میشکنه، اینجا بهترین نقطه برای فروشتونه و میتونین از مارکت خارج بشین. بعد از اونم اگر به هر دلیلی این سقف رو رد کرد، 61.8 رو رد کرد و رفت بالا و برنگشت، نتونست برگرده، یعنی زور فروشنده ها نرسید که مارکت رو برگردونن، احتمالاً اینجا بریک اوت شکل گرفته و این خط تبدیل به خط رزिस्टنس ما میشه، ساپورت ما میشه، تبدیل به خط ساپورت ما میشه. کجا رفتم من؟ اینجا تبدیل به خط ساپورت ما میشه و احتمالاً بعد از اون مارکت میره بالاتر. خب مزایا و معایبش هم که با هم صحبت کردیم، ولی براتون اینجا آوردم که از مزایای اصلی فیبوناچی اینه که خب ساده است، همه میتونن ازش استفاده کنن، فقط کافیه که شما بدونین که ترندتون رو کجا شکل بدین و فیبوناچیتون رو در واقع از کجا تا کجا انجام بدین، که کار سختی نبود، براتون توضیح دادم و قابل استفاده است. توی تایم فریم ها و مارکت های مختلف میشه ازش استفاده کرد. یکی از خوبیاش اینه که توی مارکت های مختلف خب کاربرد داره، تو هر مارکتی میتونین شما، چون عدد مهمی ان، کلا اون لول هایی که میندازه عدد مهمی ان و تو همه مارکت ها میشه ازش استفاده کرد. سومیش اینه که کلا ما یکی از چیزایی که همواره دنبالشیم به عنوان تریدر رسیدن به لول های مختلفه. لول های مختلف خب ابزارهای مختلف ما کمک میکنن که به لول های مختلف برسیم. یعنی شما هر چقدر دانشتون بره بالاتر، تجربتون بره بالاتر، هر چقدر نگاه تکنیکالی بیشتری پیدا بکنین، دنبال رسیدن به لولین در نهایت. یعنی دنبال اینین که بدونین تو اون نقطه وقتی رسیدم چیکار کنم، پیش بینی کنین که نقاط حساس من کجاست. خب در واقع یکی از اصلی ترین چیزایی که شما باید فالو بکنین توی ترید کردن رسیدن به لول های مختلفه. یکی از ابزارهایی که به ما یه سری لول های مختلف رو سیگنال به ما میده خب فیبوناچیه که خیلی هم ساده اینو به ما داد و خب ساده است و میشه ازش استفاده کرد. از محدودیتاش هم میشه بین اشاره کرد که خب مثل همه ایندیکیتورهای دیگه بعضا خطا داره و باید از فیبوناچی در کنار ابزارهای دیگه استفاده بشه و اینو بارها و بارها تاکید کردیم که باید ابزارهای مختلف در کنار همدیگه تو لحظه‌های مختلف استفاده بشن و هر چقدر برسیم به اینکه سرعتمون بره بالاتر، تجربهمون بره بالاتر و بتونیم از این ابزارها در کنار همدیگه توی لحظات حساس‌تر استفاده بکنیم، خب تریدر بهتری خواهیم بود مطمئنا. و اینکه یکی از معایب دیگه هم اینه که بعضی وقتا خب قیمت‌های آینده یا در واقع نوسان قیمت و اینکه حرکت آینده به چه صورت باشه رو 100% نمیتونیم پیش بینی کنیم که خب اینم جزء معایب فیبوناچیه، ولی خب جزء ابزارهایی که به نظر من همیشه باید ازش استفاده کنیم. میریم راجع به ایندیکیتور بعدی صحبت بکنیم، کومو کلاود، که حالا زیر مجموعه یه ایندیکیتوری هستش به معنی ایچیموکو. این ایندیکیتور که باز یکی از ایندیکیتورهای محبوب خود من هستش، توسط یه آقای ژاپنی قبلا حالا تدوین شده، خیلی هم قدیمیه و یه سری اصطلاحات ژاپنی داره، یه ذره تلفظشون سخته، ولی من خودم وقتی میخوام یه ایندیکیتور یاد بگیرم یه نگاه کلی راجع به اینکه اصلا چه جوری شکل گرفته خودم راجبش میخونم، یه مقدار برای درکش برای من بهتره، ولی الان به این کار ندارم که چجوری شکل گرفته و چون ذره پیچیده است. ولی یه سری خطوط اصلی بوده.
خب یه سری خطوطی بوده که یعنی شکل گرفته که حالا فرمولای خاص خودش داره به نام تنکانسن و در واقع کیجونسن و حالا چیکوسپن. این تنکانسنه این خط آبی است و این کیجونسنه این خط قرمز است. خب اینا اومده میانگین این دوتا خط، در واقع میانگین این دوتا خط اومده به ما سنکوسپن A رو داده. ما دنبال سنکوسپن A و سنکوسپن B هستیم. در واقع یک ابر مانندی که A و B به صورت مجزا هم هست. یا Aش خب سبز رنگ معمولا دیفالتش و Bش قرمز رنگه. B در واقع از میانگین بالاترین قیمت توی 52 پریود قبلی و کمترین توی 52 پریود قبلی تشکیل شده و این دوتا نقطه در واقع به ما این دوتا ابر رو میدن. این دوتا ابر حالا چی به ما میگن؟ یعنی شما وقتی ایندیکیتورتون رو میندازین در واقع یه همچین ابری رو میان روی چارتتون مشاهده میکنید. این به ما چی رو میده؟ بیام سادهش کنم براتون. ببینید الان من یه ذره اینو گرافیکالش کردم، یه ذره گرافیکیش کردم که بتونید ببینینش. یه دونه سبز رنگی بودش قبلا، یه دونه قرمز رنگی بودش که اینجا الان انداختم. این ابر ماننده به من چی رو نشون میده؟ هر وقت که نمودار من بالای ابر باشه نشون دهنده روند صعودی منه. یعنی من هر جا که نمودارم رو دیدم بالای اون هستش نشون میده که روند من بالایش هستش و هر جا نمودار زیر ابر بود نشون دهنده روند داون ترند یا بریش من هستش و وسطمون هم که حالت خنثی مانند. این قانون اولمون، یعنی زمانی که ما رسیدیم به یه مارکتی که اومدیم کومو کلاودش رو انداختیم و دیدیم بالای اون هست نمودار، احتمالاً روند ما صعودی خواهد بود تا زمانی که ببینیم داره میاد وارد ابر میشه. یعنی زمانی که رسید به ابر، خب اینجا خود کلاوده میتونه به ما خط ساپورت و رزिस्टنس رو نشون بده. الان تو اسلاید بعدی بهتون نشون میدم. ولی اگر رد کرد، یعنی اینجا لحظه‌ای که داره رد میکنه و میاد، اینجا لحظه‌ایه که ما داون ترندمون داره شروع میشه و احتمالاً ما دیگه رفتیم تو حالت اینکه در واقع عرضه بیشتر از تقاضا شده و اینجا حالتیه که فروشنده ها زورشون چربیده و دارن میفروشن، در واقع دارن میفروشن و قیمت داره میاد پایین. پس اولین استفاده که ازش میشه، ما زمانی که بالای نمودار یا پایین نمودار بودیم میتونیم وضعیت بولش یا بریشمون رو تشخیص بدیم. دومین استفاده‌ای که از کومو کلاود میشه، همونجوری که بهتون گفتم، حالت ساپورت و رزिस्टنسیه که به ما نشون داده میشه. ما در واقع یک ابر یک خط بالایی داره و یک خط پایینی. ما زمانی که ترندمون توی مارکت داره شکل میگیره، معمولا خط اول رو به عنوان خط ساپورت اول در نظر میگیریم. توی حالت صعودی زمانی که داره میرسه اینجا حدس میزنیم بره بالا، میاد اینجا میره بالا. ولی اگه وارد ابر شد، همچنان ما خط دوم به عنوان ساپورت در نظر میگیریم. یعنی تا این نقطه ما همچنان دنبال بریک اوت یا شکسته شدن مارکت نیستیم. بنابراین دو تا خط ساپورت ما خواهیم داشت تو این حالت و زمانی که میاد پایین، یعنی نمودار برمیگرده و در واقع میاد زیر ابر و در واقع میاد زیر سنکوسپن B که اون قرمزه بود، یادتونه قرمز بود بعد میگفتم زیرش باشه یعنی داون ترنده. زمانی که اومد اونجا، خب دقیقاً برعکسش اتفاق میفته و خط ما میشه رزिस्टنس 1 و رزिस्टنس 2 که به رزिस्टنس 1 حساس ترین، به رزिस्टنس 2 خیلی حواسمون هست که 1% وارد بریک اوت نشیم و برعکس نشه مارکت. بنابراین از کومو کلاود هم به عنوان ساپورت و رزिस्टنس استفاده میشه. ابرهای با ضخامت بیشتر، در واقع پهن‌تر، اینا به ما نشون میده که مارکت قوی تر هستش. یعنی روند مارکت روند درست‌تر و قوی تریه. وقتی نازک میشه ابرها، یه مقدار احتمال برگشت از مارکت وجود داره. ببینید اینجا نازک شده و برگشته، این اتفاق زیاد میفته. ببین الان اینجا وقتی پهن بوده همینجوری رفته، وقتی داشت نازک میشه مارکت داشته برمیگشته به اینجا خطرناک داشته میشده. خطرناک یعنی داشته مارکت برمیگشته و حواسمون رو باید جمع کنیم. پس بنابراین ما در کنار اینکه روند چارتمون رو نسبت به ابر میسنجیم، خود بزرگ و کوچیک شدن ابرها هم باید بسنجیم و زمانی که دیدیم داره نزدیک میشه، اونجایی که به ما یک سیگنالی میده که الان ممکنه مارکت برعکس بشه و بشکن. خیلی ایندیکیتور جالبیه و اگه هر چقدر ازش استفاده بکنین و تحلیلش بیشتر بکنین، بیشتر باش یعنی تجربه ازش کسب بکنین، خیلی جالبه و خیلی ازش استفاده میشه. معایب و مزایاش هم بگم براتون. در واقع یکی از مزایاش اینه که
به ما ترند رو نشون میده و ساپورت لول رو میده که ما دنبال ساپورت لولیم، یعنی همیشه استقبال میکنیم از جاهایی که به ما ساپورت لول نشون میدن. بهترین ابزارها به نظر من اونایین که ساپورت لول نشون میدن و تاکید میکنم که همش دنبال اینیم. با شرایط مختلفی که توی مارکت به وجود میاد خب سازگاره و سریع تغییر وضعیت میده. مهمترین مزیت کومو کلاود نسبت به بقیه ایندیکیتورها اینه که به ما پیشبینی آینده رو میده، یعنی 26 تا پریود جلوتر از زمانی که ما الان هستیم رو هم داره پیشبینی میکنه. یعنی یکی از تنها ایندیکیتورهایی هستش که این اتفاق برای ما رقم میزنه. ما همه ایندیکیتورامون تا لحظه‌ای هستش که ما الان هستیم و بهترین حالتش اینه که تا اون لحظه رو نشون بده. یکی از ابزارهایی که این آینده رو ما پیش بینی میکنه کومو کلاود هستش که خب در واقع بزرگترین مزیتشه. جزء معایبش میتونم بگم که یه ذره پیچیده است، یعنی اولش وقتی آدم میبینه میگه واو این چیه، من با چی مواجهم و قراره چی رو تحلیل بکنم. یه ذره پیچیدگی‌های اینجوری داره و بعضی وقتا هم پیش میاد که در روندهای گذشتهش یه ذره لگ داره برای شکل گیریش که اینم جزء معایبش حساب میشه. میریم یکی دیگه از جذاب‌ترین ایندیکیتورها رو با هم صحبت بکنیم، والیوم پروفایل. یکی دیگه از ایندیکیتورهای مربوط به والیوم هست با یه تفاوت ویژه. والیوم پروفایل در واقع حجم معاملات توی قیمت‌های مشخص رو به ما نشون میده، یعنی که توی هر قیمت ما حجم معاملاتمون چقدر بوده. برخلاف والیوم‌های قبلی، ایندیکیتورهای والیوم‌های قبلی که توی محور افقی شکل می‌گرفتن اگه یادتون باشه، این والیوم پروفایل توی محور افقی شکل میگیره. چرا؟ چون قراره به ما نشون بده که توی اعداد مختلف و توی قیمت‌های مختلف والیوم من چقدر بوده. در واقع اگر نگاه بکنین اینجا رو، ما اینجا محور قیمتیمون هست و اینجا داره به من نشون میده که تو هر قیمت مشخص حجم معاملات چقدر بوده. اینجا حجم معاملات کم بوده، اومده اینجا زیاد بوده، اینجا زیاد بوده، اینجا ماکسیموم بوده، اینجا کم بوده، اینجا کم بوده. و در واقع نشون میده که توی این بازه قیمتی، یعنی توی یه قیمتی که از اینجا خب کمتر بوده و اینجا بالاترینش بوده، توی این بازه بیشترین حجم معاملات انجام شده توی یه بازه زمانی مشخص. خب همونجوری که فکر کنم قبل اینکه اصلا بخوایم بریم واردش بشیم، این نشون میده که چقدر اطلاعات زیادی به ما میده که در واقع ترند ما توی چه مسیری میتونه، توی چه بازه قیمتی میتونه حرکت بکنه، بیشتر توی چه بازه قیمتی حرکت میکنه و این خب نشون دهنده خیلی چیزاست برای ما. چند تا مؤلفه مشخص داره والیوم پروفایل که دونه دونه با هم میریم جلو. پوینت آف کنترل یا POC یکی از مهمترین نقاطشه که در واقع بالاترین حد معاملات توی یک قیمت مشخص رو داره نشون میده، یعنی بیشترین والیوم ما توی قیمت خاص رو بهش میگن POC. های والیوم نودز در واقع حجم‌های بالای معاملات توی قیمت‌های مشخص رو داره نشون میده، تو میانگین اون قسمتی که دارن حرکت میکنن. اگه نگاه بکنیم مثلا اینجا یه بیشترین های والیوم نودی که تو این قسمت داره اتفاق میفته و اینجا باز همینطور نزدیک به POC هستش، اینجا نقاط های والیوم هست و نقطه مقابلش لو والیوم نودا هستن که توی میانگین قیمت، یعنی توی اون بازه زمانی که والیوم بالا و پایین بوده، خب کمترین حجم دارن. این نقاط رو میتونیم بگیم که ما وقتی مارکتمون اینجاها والیوم انقدر بالا بوده، خب اینجا نقطه‌ایه که تمایل کمتر شده، یا برعکس اینجا یا اینجا اینا در واقع LVNA هستن و مهمترین قسمت مارکت ما و در واقع مهمترین بازه قیمتی مارکت که در واقع 70% معاملات رو توش انجام شده و 70% معاملات کلا توی اون بازه قیمتی انجام شده رو بهش در واقع value area میگن که در واقع حجم ارزش گفته میشه. خب همونجوری که طبق روال گذشتهمون ایندیکیتورها رو وقتی بررسی می‌کردیم، شاخصه‌هاشون رو که بررسی می‌کردیم، می‌اومدیم صحبت می‌کردیم که خب هر کدوم از شاخصه‌ها چه کاربردی دارن و کجا و چجوری می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم. والیوم پروفایل توی نشون دادن نقاط ورود و خروج خیلی به ما کمک می‌کنه و بیشترین کمک رو HVN و POC می‌کنن. POC و HVN ها به ما نشون میدن که تمایل مارکت، هم تمایل خریداران هم تمایل فروشنده ها توی نقاط خاصی
بالاتر از نقاط دیگه است. بنابراین اون نقاط برای ما ساپورت و رزिस्टنس خیلی قوی میتونن باشن و حرکت مارکت در نزدیکی اون نقاط میتونه به ما یه سیگنالی باشه برای ما که بدونیم در چه نقطه‌ای می‌خوایم وارد مارکت بشیم یا خارج از مارکت بشیم. همونجوری که می‌بینین اینجا یه POCیه که اینجا چند بار در واقع رزिस्टنسی بوده که نمیتونسته مارکت ازش عبور کنه و هر وقت به اینجا میرسیده فروشنده ها سهمشون رو میفروختن و برمیگشته اینجا بریک اوت کرده رفته بالا و از اینجا شکونده و رفته بالا، رسیده به اینجا عملا شده برای ما یه لول دیگه و یک لولی که در واقع اینجا شده رزिस्टنس ما و ما کلا از HVN ها و POC به عنوان ساپورت و رزिस्टنس استفاده میکنیم که باز تاکید میکنم یکی از اصلی ترین اهداف اون رسیدن به لول های مختلف دارای اعتبار هست که یکی از معتبرترین ها با تحلیل درست والیوم پروفایل ها میتونه لول های مختلف والیوم پروفایل باشه. LVN ها در واقع نشون دهنده چی هن؟ LVN ها نقاط مهمی هن برامون. چرا مهمن؟ تمایل بازار توی نقاط LVN خب طبیعتاً کم، بنابراین کم بودن تمایل بازار توی این نقاط به ما میتونه یک سیگنال مهم رو بده، اونم اینه که ما میتونیم یه موو خیلی سریع داشته باشیم یا یک شکست خیلی سریع داشته باشیم، یا ممکنه مارکت برگرده بشکنه خیلی سریع و یا ممکنه تو جهتی که داره حرکت میکنه درست حرکت کنه. این سریع حرکت کردن مارکت و رد شدن از اون حالت میتونه به ما سیگنال خوبی بده که اونجا اگر به درستی بتونیم در کنار سایر ابزار ازش استفاده کنیم نقطه‌ای باشه که بتونیم وارد مارکت بشیم یا از مارکت خارج بشیم و ازش سود ببریم. نکته بعدی که وجود داره و تایید کننده یک روند خاص هست اینه که اگر حرکت POC ها و HVN های ما در جهت حرکت مارکت باشه، در جهت حرکت صعودی یا نزولی مارکت باشه، به ما نشون میده که ما روند حرکتیمون ادامه دار خواهد بود احتمالاً و توی یک روند قوی داریم حرکت می‌کنیم. و برعکسش اگر جهت حرکت مارکت با جهت حرکت POC و HVNمون یکی نباشه، این نشون میده که ما ممکنه توی مارکت تغییر روند داشته باشیم و مارکتمون در واقع مارکت قوی نیستش و ضعیف هستش و ممکنه کانسولیدیت کنه. بنابراین حرکت POC و HVN ها در جهت مارکت برای ما خیلی مهمه یا خارج از مارکت که ما نشون میده که مارکت قوی یا ضعیف هستش. و آخرین نکته‌ای که میتونیم از والیوم پروفایل به دست بیاریم اونم اینه که احساس صعودی یا احساس نزولی بودن بازار رو میتونه به ما نشون بده. اگر قیمت هایی که در مارکت در حال معامله است به صورت طولانی مدت بالای POC و HVN ما باشه، یعنی بیشتر از POC باشه همواره، نشون میده که مارکت علاقش، یعنی احساس مارکت به سمت صعودیه و مارکت احتمالاً صعودی خواهد موند، یعنی احتمالاً به سمت صعودی خواهد رفت. و اگه برعکسش پایین POC باشه و POC مون زیاد حرکت نکنه در جهت روند و POC ثابت باشه، روندمون نزولی باشه یعنی پایین اون باشه مداوم، این نشون میده که احساس مارکت و حس مارکت به سمت پایین هستش، به سمت نزولی، یعنی اینکه فروشنده ها زورشون میچربه به خریدارا و مارکت به سمت فروش هستش و قیمت نزولی خواهد بود. این هم یکی دیگه از استفاده هایی که از والیوم پروفایل میشه کرد. مزایا و معایب والیوم پروفایل، مزایای اصلیش میتونیم اولین مزیتش اصلا تعریف خود والیوم پروفایل میتونه باشه که به ما نشون میده که توی قیمت‌های مختلف چه مقدار تمایل وجود داشته به خرید و فروش در مارکت، که خب این اصلا یه چیز ایدئالیه برای ما که ما میدونیم که توی قیمت‌های مختلف کجای مارکت اون جاییه که بیشترین تمایلات وجود داره به خرید و فروش، که خب این خودش جزء مزایای اصلی این موضوع هستش. میتونیم از والیوم پروفایل به عنوان خطوط ساپورت و رزिस्टنس خیلی قوی استفاده بکنیم، همونجور که گفتم از POC و HVN ها، و تو توضیحاتی که دادم میتونه تایید کننده روندهامون باشه تو جاهای مختلف. اگر حرکت POC و HVN ها در جهت ترندمون باشه، خب میتونه تایید کننده یا اینکه در واقع تثبیت کننده، نشون دهنده تثبیت شدن بازار باشه. و از معایبش هم میشه به لگ داشتنش اشاره کرد. بعضا ممکنه توی مارکت ها، توی حرکت های سریع مارکت یه مقدار لگ داشته باشه
و دومین نکته‌ای هم که میشه حالا به عنوان معایبش در نظر گرفت که البته اگر درکش کنید خیلی هم ساده است، یه مقدار شاید برای افرادی که تازه میخوان شروع بکنن و تازه ازش استفاده بکنن و تحلیلش جای مختلف و پیدا کردن HVN ها و پیدا کردن حرکت مارکت، اینی که حرکت در کنار هم دیگه بکنه، اینکه در جهت مارکت حرکت بکنه یا نه، و پیدا کردن حرکت POC و HVN ها و کل والیوم پروفایل یه مقدار پیچیدگی داره، ولی خب اگر استفاده بشه ازش خیلی هم ساده هستش. از والیوم پروفایل هم حتما تاکید میکنم که در کنار مووینگ اوریج و ایندیکیتورهای دیگه باید استفاده بشه. خب ایندیکیتور بعدی که ایندیکیتور مهمیه و جذابه و خیلی بهمون نکات میده، تایم پرایس اپورتونتی یا TPO هستش. TPO در واقع یک بخشی از یک چارتیه به نام مارکت پروفایل. مارکت پروفایل یه همچین شکلی داره، یه همچین شکل میگیره توی، حالا بستگی به چارتتون داره که روزانه بذارین، هفتگی بذارین یا بلند مدت تر، توی بازهای مختلفی که شما تعریف بکنین. مثلا روزانه توی یه روز به شما نشون میده که توی زمانهای مختلف قیمتتون کجا بوده. یعنی مثلا ساعت 8 تا 8 و نیم صبح قیمت من یه جایی بوده، نقطه A بوده، بعد ساعت 8 و نیم تا 9 قیمت من کجا بوده و شاید بگین که خب اینو که داریم توی ترند مارکت میبینیم، چه به دردمون میخوره جمع شدن اینا کنار هم. ببینید کلا ایندیکیتورها در واقع ساخته شده یا برگرفته از مارکت هستن دیگه. در واقع هر ایندیکیتوری که شکل گرفته یه تحلیلی از مارکت تبدیل شده به این ایندیکیتور که به شما در واقع کمک، یعنی یه جورای راهنمای شماست برای اینکه بتونین ازش استفاده بکنین. و اگر استراتژی استفاده از ایندیکیتورها رو بدونین و هدف ما اینه که شما رو آشنا بکنین با استراتژی استفاده از ایندیکیتورهای مختلف که تحلیل‌های مختلفی که وجود داره به چی تبدیل شده و اون تبدیل شدن چی رو به ما نشون میده. خب الان اینجا هم همینه، توی بازه‌های مختلف زمانی اومده نشون داده که هر نیم ساعت حالا این الان یه مارکتی که 24 ساعت است میریم، الان من این برای فیوچرز بوده من ازش گرفتم، ولی میرم الان به شما نشون میدم توی اسلاید بعدی که توی بازه‌های مختلف زمانی قیمت من کجا بوده و به یه سری از نقاط کلیدی میرسیم. یادتونه POC صحبت کردیم توی والیوم پروفایل. والیوم پروفایل هم اگه یادتون باشه یک شیپ عمودی بود کنار کندلامون شکل میگرفت روی خود محورمون و به ما نشون میداد که توی بازه‌های مختلف زمانی والیوم ما چقدر بالا و پایین شده و به ما نشون میداد که حجم معاملات اونجا چقدر بوده. اینجا به ما نشون میده که توی ساعت‌های مختلف، توی زمان‌های مختلف چه قیمت کجای کار بوده و ازش استفاده میکنیم. خب مثل والیوم پروفایل ما ولیو ایریا داریم که در واقع نشون دهنده اینه که خب 70% مارکت ما تو اون بازه زمانی قیمت ما توی اون بازه خاص بوده. مثلا الان اینجا اگه این دو تا خط رو ببینین، یه دونه VAH داره، یه دونه VAL داره که تو این بازه زمانی VA ما بوده یا والیوم ایریا ما بوده. پوینت آف کنترل داره. اینیشیال بالانس در واقع ساعت‌های ورودی مارکت. این به ما کمک میکنه تو روزهای مختلف که میخوایم وارد بشیم، استارت بزنیم، معمولا یه رنجای خاصی رو IB داره که به ما کمک میکنه. و پروفایل شیپ هم در واقع نشون میده که این شیپ های مختلف، اینی که الان این شیپ شکل گرفته، خودش یه نشون دهنده یه سری چیزاست. به ما یه تحلیلی میده که قیمت ها نحوه رفتن و بالا اومدن و پایینش چه تحلیل میشه ازش کرد. سختش نمیکنم، ولی نقاط مختلفی داره که از این نقاط مختلف میتونیم استفاده بکنیم. و نکته‌ای که یه بار دیگه توضیح بدم، ما تو بازه‌های مختلف زمانی یه سری حروف رو قرارداد کردن و میتونیم توی ستینگش انجام بدیم. میگیم آقا توی بازه‌های مختلف زمانی به من نشون بده که قیمت کجا بوده. مثلا A الان اینجا بوده، می‌بینین؟ B اینجا بوده، C اینجا. یعنی اینکه توی نیم ساعت اول من بازه قیمتیم اینجا بوده، توی این بازه قیمتی خرید و فروش انجام. حالا اینجا هم هستش الان A.
تو این بازه زمانی انجام شده. اصلا دنبال این نیستیم که شما بیاین ببینید تحلیل کنین ببینید A اینجا چقدر مثلا چقدر کش پیدا کرده یا کجاها A بوده. میدونید اینجوری که سخت‌تره. ما دنبال این نیستیم. ما دنبال اینیم که بدونیم توی زمانهای مختلف توی قیمت‌های مختلف چه بخشی از زمان روزانه یا هفتگی ما رو در بر گرفته. میریم تو اسلایدهای بعدی توضیح میدم براتون. خب این عکسم براتون انداختم که واضح‌تر بشه که داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم. شما وقتی ایندیکیتور تی پی او رو میندازین با یه همچین چیزی مواجه میشین که البته حالا با تنظیمات و تنظیماتش میشه بازی کرد. این خیلی نشون دهنده چیزای جالبیه برامون. به من نشون میده که توی بازه‌های زمانی مختلف، من اینجا گذاشتم روی یه روز، خب توی یه روز داره به من نیم ساعت نشون میده که من یعنی قیمت مارکت تو بازه‌های مختلف زمانی کجا بوده. الان این خط رو می‌بینین، این در واقع پوینت آف کنترلمونه دیگه. این پوینت آف کنترل به من داره نشون میده که من توی این قیمت توی این روز خاص بیشترین زمان توی این قیمت بوده. بعد اینجا توی این قیمت که یه ذره بالاتر بوده اینقدر زمان بوده. اینقدر زمانی که منظورمه یعنی چند تا نیم ساعت. اینجا بیشترین نیم ساعت اینجا بوده. بعد از اون اینجا بوده. میدونید چی میگم؟ و این داره به من نشون میده که VA هم چقدره در واقع و حالا روزهای مختلف هم داره میره جلو دیگه. این که حالا اینا به ما چه تحلیلی میدن و کجا ازش استفاده میتونیم بکنیم میریم میگم. ما الان به این که قیمت اولیمون چی باشه کار داریم، در واقع همون IBA که تو اسلاید قبلی توضیح دادم به اون کار داریم، به پوینت آف کنترل کار داریم، به VA کار داریم و خیلی مشابه والیوم پروفایل میتونیم باهاش برخورد بکنیم. یعنی در واقع تحلیلمون از این به بعد میشه مشابه اون چیزی که توی والیوم پروفایل با هم صحبت کردیم. خب همونجوری که گفتم تحلیل ایندیکیتورهای TPO خیلی مشابه والیوم پروفایل هستش با تفاوت‌های ویژه‌ای، ولی خب اولین نکته که ازش میتونیم برداشت بکنیم برای لول‌های خاصمون که نقاط POC و VAL و VAH و IB مون میتونن به عنوان خطوط ساپورت و رزिस्टنس در نظر گرفته بشن و حرکت ترند و روند اون به سمت این خطوط. خب احتمال میدیم که اون خطوط به ما نشون بدن که احتمالاً مارکت برمیگرده و اگر رد بکنه بریک اوت بکنه چه اتفاقی برای مارکت میفته که قبلا راجع به این موضوع هم صحبت کردیم. برای این خطوط مهمی هستن برای ما. روند مارکت رو به ما میتونه نشون بده در واقع، یعنی نشون بده که حس مارکت به چه سمتی هست. یعنی چی؟ دور شدن از نقطه POC یعنی بالای محور POC بودن نشون دهنده اینه که خریدارها الان تمایل بیشتری به خرید دارن و احتمالاً ما روندمون صعودی خواهد بود تو این حالت. و برعکسش پایین بودن از نمودار و پایین بودن از POC نشون میده که احتمالاً فروشنده ها تمایل به فروش دارن و افت قیمت رو خواهیم داشت. خیلی نقطه POC توی CPO به ما تایید کننده روند نیستش و خیلی به ما اینجوری نیستش که بخواد تایید بکنه که روندی که داره شکل میگیره روند درستی هست یا اشتباهه مثل والیوم پروفایل، ولی به عنوان نقطه ساپورت و رزिस्टنس خیلی ازش استفاده میشه و در واقع میتونه با توجه به اون حسی که تو بازار شکل میگیره به ما نشون بده که روند مارکت به چه صورت خواهد بود. توضیحاتی که روی نمودار دادیم فکر می‌کنم که کافی باشه تو این حد. من راجع به TPO بعداً یه لایو میذارم و راجع به TPO کامل توضیح میدم که چقدر ازش استفاده و کجاها ازش استفاده میشه. بازه‌های زمانی رو براتون باز می‌کنم، تنظیماتش رو براتون میارم چون تنظیمات خاصی داره. توی تنظیمات شما میتونین هم به صورت شیپی ببینین هم به صورت ترندی ببینین و بتونین تحلیل‌های مختلف ازش بگیرین. میتونین والیوم پروفایل رو همزمان بندازین در کنار TPO ببینین و خود TPO یه آپشنی داره که میتونین والیوم پروفایل رو بهش اضافه بکنین و از تحلیل این دوتا نمودار در کنار همدیگه استفاده بکنین که یادتون هستش که والیوم پروفایل هم به صورت عمودی شکل میگرفت در کنار نمودارتون، یعنی در واقع داشت در کنار قیمتتون شکل میگرفت. برای تحلیل اون دوتا کنار همدیگه هم خیلی میتونه کمک بکنه. اینا رو تو لایو همه رو براتون توضیح میدم. مزایای معایب TPO رو هم بخوایم ما هم بررسی بکنیم. اولین مزایاش خب رسیدن به اون خطوط لول ساپورت و رزिस्टنس بودش که نقاط مهمی هستن و در واقع میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ترند سنتیمنت رو بهمون نشون داد، در واقع حس مارکت رو نشون میداد بعد از گذشتن از نقطه POC و بالا بودن از اون و پایین بودن از اون که حدس میزنیم که مارکت به چه سمتی بره و در واقع دیتیلی که شما توی مارکت باید در یک روز رو در نظر میگرفتین رو به شما نشون میده که توی یه روز خاصی
توی قیمت های من بیشتر از همه توی چه قیمت هایی بوده که خب دید خوبی میتونه بهتون بده و خیلی سریع میتونید به این بازه برسین. از محدودیت هاش هم خب همونجوری که توی بعضی از ایندیکیتورهای قبلی هم داشتیم، بعضا ممکنه که لگ داشته باشه برای شناساییش و چون خیلی اطلاعات لحظه‌ای نیستش که به ما کمک بکنه، بنابراین لگش خیلی برامون ضرر عجیبی نیستش و میتونیم ازش استفاده بکنیم و نکته مهمی نیست و یه ذره تحلیلش و فهمیدنش برای اولش سخته، یعنی که من خب A و B و C و این همه چیز دارم و در آخر چه اتفاقی میفته، چه استفاده ازش بکنم، چه جوری تنظیمش بکنم. به خصوص تنظیمات دیفالتش کارایی کامل داره، ولی تغییر دادنش و استفاده از همه فیچرهاش در کنار هم دیگه یه ذره کامپلکسیتی داره و ممکنه جزء معایبش باشه که به نظر من با چند بار ازش استفاده بکنین این از بین میره. خب تو این جلسه ببینید ما اومدیم راجع به ایندیکیتورهای مختلف صحبت کردیم و از طریق ایندیکیتورهای مختلف هدفمون این بود که یکی از اهدافمون این بود که به یه خطوط لول های ساپورت و رزिस्टنسی برسیم که از طریق اون بتونیم و با استفاده از اونا رفتار مارکت رو پیش بینی بکنیم و زمانی که به لول ها میرسیم بتونیم این آمادگی رو داشته باشیم که بدونیم چه استراتژی رو پیش بگیریم. یکی از روش هایی که ما میتونیم از طریق اون به لول های ساپورت و رزिस्टنس خوبی دست پیدا کنیم و میتونیم برای نقاط ورود و خروجمون خیلی ازش استفاده بکنیم، روش فیر ولیو گپ هستش. فیر ولیو گپ یه گپیه که توی مارکت اتفاق میفته بعضن بین تو بعضی از زمانها بین کندلستیکا و توی قیمت‌های مختلف که اتفاقا ممکنه دلایل بنیادی هم پشتش باشه و به دلایل اقتصادی، حالا اخبار یا یه مسائلی که به وجود میاد، ما یه گپی رو تو مارکت مشاهده بکنیم. یه همچین حالتی هستش. این گپ رو چه حساب من میگم گپ؟ ببینید چند تا کندل رو در نظر بگیرید، 3 تا کندل یا بعضن 4 تا کندل پشت سر هم رو در نظر میگیرن. یه کندل وسط که حالا ما در نظر میگیریم الان این کندلای ما فرض کنیم که 30 دقیقه‌ای باشه. یه کندل وسط ممکنه که اندازش به قدری باشه، یعنی به قدری بزرگ باشه این وسط، در واقع بادی کندل به قدری بزرگ باشه که ویک بالا با ویک پایین به هم دیگه نرسن، یعنی این 2 تا خط به هم نرسن. این اتفاق اگه تو مارکت بیفته بعضن و بیشتر جاهایی رو شما در نظر بگیرید که این کندل این وسط بزرگ باشه، در واقع نوسان زیادی داشته باشه این کندل و این وسط رو در واقع اون گپ در نظر میگیرن که این گپ ممکنه حالت غیر عادی مارکت باشه و دلایلی پشتش باشه و بشه ازش استفاده کرد. خب کاری نداریم، سختش هم نمی‌کنیم. 2 تا حالت به وجود میاد، یا ممکنه بعضن توی حالت بریش به وجود بیاد یا توی حالت بولش به وجود بیاد. توی حالت بریش اگه به وجود بیاد این گپ رو بهش میگن SIBI، در واقع sell side imbalance buy side inefficiency and BISI یا buy side imbalance sell side inefficiency. باز به این کاری نداریم، ما در واقع دنبال اون گپیم و از این گپه میخوایم استفاده بکنیم و این گپه رو در واقع تو نمودارمون میکشیم و رفتار ترند رو نسبت به اون گپه میسنجیم. خب طبیعتا تو حالت بولیش اگر باشیم آپوارد گپ خواهیم داشت و داونوارد گپ داریم. 2 تا از کامپوننت هایی که استفاده میشه تو فیر ولیو گپ و حالا جاهای دیگه اصلا ممکن ازش استفاده بکنین، گپ سایز و گپ رنج هستش. گپ سایز در واقع اختلاف بین قیمت ورودی و خروجی رو به ما نشون میده و گپ رنج در واقع اختلاف قیمت بین کل اون بازار رو به ما نشون میده. هایست پرایس و لوست پرایس رو، یعنی بیشترین قیمت و کمترین قیمت رو گپ رنج به ما نشون میده که گپ سایز خب یک بخشی از گپ رنج هستش. روی چارتمون اگر بخوایم ببینیم این موضوع رو، به این صورته که شما یه ترندی داشتین، توی این ترند یک گپی توی مارکت به وجود اومده. برای شناسایی اون گپ گفتیم که میبینیم که یه نوسان بزرگی اتفاق افتاده باشه توی کندل خاصی. اینجا رو میبینین، اینجا رو میبینین، اینجا رو میبینین.
که اینا ویک بالایی در واقع ویک پایینی رو نتونسته بگیره و فاصله بین این دوتا یه گپی رو به وجود اومده که ما بهش میگیم فیر ولیو گپ. خط بالایی رو تو حالت نزولی بهش FVG فیل میگن، در واقع فیر ولیو گپ فیل میشه، و حالا خط وسطش رو CE یا Consequence Encroachment میگن و خط پایینش رو تو حالت نزولی یعنی خط دورترش نسبت به حالت اولیه رو در واقع Institutional Order Flow Entry Drill میگن یا IOFED که حالا با این اشکالی نداریم. اینا یه سری کامپوننت های مختلفیه که بعداً توی لول ها ازش استفاده میشه که اگر من نمودارم برگشت و رسید به خط C و ریجکت کرد چه اتفاقی میفته که ما به صورت کلی الان تو اسلایدهای بعدی براتون توضیح خواهم داد. اولین استفاده مفیدی که از فیر ولیو گپ میشه انجام داد در واقع گپی که راجع به صحبت میکردیم شامل حالت صعودی بود و نزولی که گفتیم حالت صعودی رو بهش BISI میگن و حالت نزولی رو بهش به اون گپ SIBI میگن. پس تو مرحله اول ما باید اول فیر ولیو گپمون رو شناسایی بکنیم و به درستی شناسایی بکنیم. حالت دوم چیه؟ ما اومدیم گفتیم که فیر ولیو گپ چرا اتفاق افتاده. علت اصلیش یکی از علتها مسائل بنیادی و اتفاقات اقتصادی و اخبار و اینا بود و علت دومش میتونه حضور لحظه‌ای یا بیرون رفتن مارکت میکرها یا اینستیتوشن ها باشه که تو مارکت یه گپی رو به وجود میاره و در واقع یک اختلاف قیمت ناپایدار و غیر عادی رو به وجود میاره. در واقع حالا فیر ولیو گپ رو اگه بخوایم بگیم عدم فیر رو به وجود میاره، در واقع گپ ناعادلانه یه جورایی. بنابراین مارکت توی این نقاط خاص تمایل داره به قیمت اولی و قیمت عادلانه‌اش برگرده. بنابراین این نقاط خاصی که به وجود میان ما احتمال میدیم که مارکت به حالت قبلیش میل بکنه و دوست داره که به حالت قبلیش و قیمت اصلیش برگرده. بنابراین در کنار ابزارهای دیگه میتونیم کانفرمیشن بگیریم و از این موضوع استفاده بکنیم برای برگشت مارکت به اون قیمت قبلی. همونجوری که قبلا گفتم یکی از دستاوردهای فیر ولیو گپ و یکی از استفاده‌های اصلی که از فیر ولیو گپ میشه در واقع رسیدن به خطوط ساپورت و رزिस्टنسی هستش که ممکنه بعد از اینکه مارکت یه بار نزولی بوده بعد اومده رفته بالا صعودی شده بعد برگشته دوباره رفته بالا صعودی شده، اینجا یه گپی به وجود اومده و اینجا رسیدیم ما به یه لولی که خب هیچ وقت نمیتونستیم مثلا همچین لولی رو پیش بینی بکنیم. برای اینجا برای ما تبدیل به یک لول ساپورتی شده که خب همونجوری که می‌بینین مارکت وقتی به سمت اون اومده چند بار ریجکت شده و نشون میده که اتفاقا ساپورت قوی هستش و برعکسش ممکنه تو حالت نزولی این اتفاق بیفته و یک لول رزिस्टنس رو ما شکل بدیم و از اون بتونیم استفاده بکنیم برای ریجکت شدن مارکت تو حالت‌های مختلف و ساپورت و رزिस्टنس خوبی به ما میده. استفاده بعدی که میشه از این موضوع کردش برای حالتایی هستش که ما توی حالت صعودی اگر به یه ساپورتی برسیم توی نمودارهای صعودی اگر به یه حالت به یک ساپورتی برسیم و یه لولی رو تشکیل بدیم اونجا میتونیم مارکت به سمت این خواهد رفت که خریدارها این پتانسیل رو دارن که مارکت رو به سمت بالا هول بدن و در واقع قیمت رو به بالا هدایت بکنن و برعکسش زمانیه که این گپ باعث نزولی شدن مارکت میشه و اونجا جاییه که فروشنده ها وارد بازی میشن و احتمالاً فروش تو مارکت زیاد خواهد بود و قیمت نزولی خواهد بود. از این دو موضوع هم خیلی استفاده میشه از فیر ولیو گپ. از مزایا و معایب فیر ولیو گپ هم بخوایم صحبت بکنیم در واقع یه ابزاریه که ما میتونیم ترندمون رو در واقع تاییدیه برای روند ترندمون با توجه به اون نقاطی که گفتم نقاط ورود و خروج ساپورت و رزिस्टنت و لولایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم و همچنین اینکه احساس و سنتیمنت روند مارکت رو به ما نشون میده خب میتونه به ما ترندمون رو کانفرمیشن کنه یا در واقع به ما بگه مارکت سنتیمنت رو گفتم براتون و اینکه نقاط ورود و خروجمون رو میتونیم ببینیم یعنی تشخیص بدیم از طریقش استفاده بکنیم که خب جزو نقاط مثبتش هست. نقاط منفیش یکی از نقاط منفی بعضن پیش میاد که فیر ولیو گپ با مارکت های های والتیلیتی اشتباه گرفته میشه. یه جاهایی هستش که ما نوسان تو مارکتمون زیاده و از جایی که نوسان مارکت زیاده اونجایی نیستش که در واقع فیر ولیو گپ وجود داره
تشخیص این که کجا فر ولیو گپ هست، یه سری نکاتش رو بهتون گفتم. جایی که 3 تا کندل اتفاق افتاده، یهو مارکت یه گپ توش به وجود اومده، این تفاوت داره با حالتی که ما داریم می‌بینیم که مارکت یهو داره صعودی میشه یا داره نزولی میشه و در واقع والاتیلیتی مارکت داره میره بالا. تفاوت این دوتا چیه؟ مارکت هایی که والاتیل هستن و در واقع نوسان دارن، جاییه که فرصت توش زیاده و اتفاقا ریسک هم توش زیاده. و اگه ما نتونیم تشخیص بدیم و تصورمون باشه که خب این گپ به وجود اومده ناشی از فر ولیو گپ، ممکنه تصمیمی که میخوایم بگیریم تو لحظه ورود و خروج اشتباه باشه و خب ریسکمون بره بالاتر. بنابراین خیلی باید حواسمون به این موضوع باشه که با مارکت های با نوسان بالا اشتباهش نگیریم. و اینکه بازم تاکید میکنم از این ابزار هم در کنار ابزارهای دیگه باید استفاده بشه و لحظه‌ای که ما تشخیص میدیم یه جای فر ولیو گپ هست و تشخیص میدیم که احتمالاً نقطه ورود و خروج ما میتونه اونجا باشه و تشخیص میدیم که این میتونه به عنوان یک لول باشه، در کنار سایر ابزارها میتونه مهر تاییدی باشه و اینکه تصمیمی که داریم میگیریم برای آینده تصمیم درستی است و با خیال راحت میتونیم وارد مارکت بشیم و ازش سود ببریم. متشکرم از اینکه تو این جلسه هم با ما بودین. من سعی کردم مطالب این جلسه رو با 70-80% دیتیل به شما بگم. دیتیل بیشتری برای همه اینا هستش. سعی میکنم چون خسته کننده بود اگه می‌خواستم همه اینا رو در کنار هم دیگه بگم، ولی توی لایوایی که میریم و احتمالاً توی جلسات جداگونه‌ای که برای هر کدوم بذاریم دیتیل بیشتری براتون میدیم. سوالی اگر بود به من حتما پیغام بدین و اگر نکته‌ای بود که براتون مفهوم نبود حتما بهم بگین تا جایی که بتونم راهنماییتون کنم تا اینکه کامل براتون مطالب جا بیفته. متشکرم، خسته نباشین، خدا نگهدار. اگه مطالب تا اینجای کار براتون مفید بوده لطفاً حتما این ویدیو رو لایک کنید و در کانال ما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنونم.